تا حالا شده حس کنی یه نوری داری که حتی وقتی همه چی تاریکه هنوز از درون میتابه. شاید اون نور خود خورشیده، اما نه خورشید توی آسمون، خورشید درونت. امروز میخوام برات از سوریا بگم، خدای خورشید توی اسطوره‌های هند و اینکه توی جیوتیش، آسترولوژی ودایی، چطور نماد قدرت درونی ماست. سوریا توی وداهای باستانی نه فقط یه خدا بلکه خود اصل زندگیه. میگن هر روز صبح سوریا سوار بر عرابه‌ای طلایی که 7 تا اسب داره، نماد 7 روز هفته است یا 7 چاکرا، از شرق طلوع میکنه. این عرابه رو آرونا میرونه، یعنی کسی که عرابران این عرابه است آروناست، کسی که خودش دست نداره اما نگاهش همیشه رو به جلوه. یعنی چی؟ یعنی پیشرفت حتی اگر کامل نباشی. سوریای خداست که خیلی‌ها ازش حساب میبرن، حتی بقیه خدایان. مثلا یه افسانه هست که حتی شیوا و ویشنو هم برای راهنمایی از نور سوریا استفاده کرد. حالا بریم سر جیوتیش. توی چهار تولد سوریا نماینده آتمنه، یعنی روح. اون بخشی از توئه که تغییر نمیکنه. جایگاه سوریا توی چارتت نشون میده اعتماد به نفس، قدرت رهبری، رابطت با پدرت و حتی تواناییت برای دیدن حقیقت تو زندگی چجوریه. مثلا سوریا تو خونه دهم، یعنی شغلت ممکنه تو دید باشه، تو روشنایی باشه یعنی دیده بشی. اگر خورشید تو خونه 12 باشه شاید بیشتر دنبال نور درونیت باشی تا دیده شدن بیرونی. یه نکته باحال دیگه هم هست، تو مدیتیشن و یوگا خیلی از سوریا نماسکار استفاده میکنن، یعنی سلام بر خورشید، تا هم جسم و هم ذهنشون با انرژی سوریا هماهنگ بشه. پس دفعه بعد که آفتاب میزنه فقط به بیرون نگاه نکن، یه لحظه چشماتو ببند، ببین نور سوریا توی وجودت چه شکلیه. شاید وقتشه عرابه طلایی خودت رو راه بندازی.